میگه مرزهای شرقی توسط افغانان ناامن شده. ایشون هر تو مرز شرقی یک کلمه تو تهران ناامنه. مرز شرقی که اصلا از بین رفته. ما الان تو تهران ناامنی داریم. پس این همه جرم و جرایم از کجا داره میاد؟ بیشترین بحث تجاوز الان توسط افغان‌ها داره انجام میشه. عمل پروفیلی توسط افغانی‌ها داره انجام میشه. اینا دیگه ما رومون نمیشه همه جا اعلام کنیم. اگه این همه جرم و جنایت انجام نمیشد اصلا مردم متوجه نمیشدن. کجای دنیا دیدین که شما یک شخصی بیاد یک جنایتی انجام بده و ما همچنان بگیم ما خیلی خوشحالیم که شما تشریف آوردین تو کشور ما؟ هر جا ما میریم احساس کنیم تو افغانستانیم. میریم پارک چیتگر احساس کنیم تو افغانستانیم. میریم شهر ریفت کنیم تو افغانستان. یک افغانی تو آلمان یک کاری انجام داد، آلمان شروع کرده که تمام افغانا رو اخراج کنه. کسایی که سابقه دارن. مثلا همین چیزی ما نداریم توی جای دنیا. ما مهمان نوازیم در صورتی که مهمانمان اذیتمان نکنند. حملات تروریستی شاهچراغ ما می‌بینیم توش افغانی در میاد. قتل مهرجویی رو نگاه می‌کنیم توش افغانی در میاد. اکثر قتل‌ها رو نگاه می‌کنیم تو افغانی از توش در میاد. رسما داره زندان دماوند اعلام می‌کنه که 70% افغانی هست. اینا رو من دارم میگم. اینا رو آماری که اونها دارن ارائه میدن. ما بر حسب آمار نمی‌خوای انجام میدیم. من آمارهایی نیستش که تو کوچه در آورده باشم. این آمارها همه میتونن ایشون سرچ کنن توی اینترنت. منابع رسمی ملل متحد، سازمان ملل متحد گفته. خود سازمان ملل متحد هم یک تعریفی داده برای هر کشوری. گفته هر کشوری 3% باید داشته باشه تو کشور خودش، نه بالای 10%. بیایم ببینیم بررسی بکنیم ببینیم آیا این افغان هایی که وارد ایران شدن چه کاری انجام دادن که اینقدر مردم جریحه دار شدن. چرا پاکستان مرزش رو روی افغانستان بسته؟ چرا پاکستان 2 ماه پیش اومد 1.5 میلیون افغان از کشورش اخراج کرده؟ این چراها رو پیدا کنید. چرا آلمان اومده داره اخراج میکنه؟ چرا افغان ها هر جا میرن دارن اخراجشون میکنن؟ یک چیزی رو افتاده که ما نه افغان ستیز هستیم، ما افغان ستیز نیستیم. یک اصولی داره، یک قانونی داره. من برام ایران از هر چیز مهمتره. وقتی که 2 نفر افغانی وارد میشن میزان زاد و ولد اینا انقدر زیاده که در عرض 3 سال 4 سال میشه 7 نفر. ماشاءالله تعدادشون هم بالاست. یعنی اینطوری نیستش که شما در نظر بگیرید 10 میلیون افغانی وارد ایران شده، شما سال بعد 11 میلیون میگیرید. نه، شما 10 میلیون میشن وارد ایران میشه، تو سال بعد اینش رو 15 میلیون نفر میگیرید. ایشون بگن چقدر مهاجر افغان مجاز وجود داره تو کشور؟ خیلی مهاجر افغان مجاز ما داشته باشیم، یک یا 1.5. بقیه‌شون چی؟ اینه که تازه 9 میلیون آقا 9 میلیون منبع رسمی اومده گفته. من تا دارم 15 میلیون داخل ایران. چون عرض کردم که اینا زاد و ولدشون زیاده. همینطور تو سال شما حساب کنین همین 9 میلیون یه دست بزن میشه چقدر؟ میشه 12 میلیون. شما میگین که اینا میرن مدرسه. بله اینها این هر وارد مدرسه شدن. 1 میلیون بچه ایرانی بیرون مدرسه موندن چون افغانا جاشون رو گرفته. من بذارم بچه سرزمین خودم بی سواد بار بیاد بعد بچه افغانی بره درس بخونه. من بذارم زنای سرزمین من جا نداشته باشن برای زایمان، بعد زنای افغانی برن بچه‌هاشون رو تو بیمارستان بزنن. من بذارم زنان بلوچستان به خاطر نداشتن خانه بهداشت و کمبود خانه بهداشت توی مسیر راه که میخوان از دشیاری تا خودشون رو برسونن به چابهار برای زایمان از بین برن و فوت کنن و زن افغانی بیاد اینجا تو کشور من بره از بیمارستان استفاده کنه. نه آقا من چیزی نمیذارم، هیچ جا نمیذاره. نه اینکه من نذارم، آلمان داره اخراج میکنه به خاطر رفتارهای افغانستان. پاکستان داره اخراج میکنه، ایران ایده داره اخراج میکنه به خاطر اینکه رفتارهای ناسالم از افغان‌ها دارن نشون میدن. شما میگی چرا همچین موجی به وجود اومده؟ من یه وکیل اومدم یک دونه مصاحبه با تصمیم انجام دادم مبنی بر اینه که آیا اینها میتونن شرکت ثبت کنن یا نه. گفتم بله اینا میتونن شرکت ثبت کنن و ما یه باگ قانونی داریم. بر اساس اون هر گونه تهدیدی که شما فکر کنید از طرف افغان‌ها برای من شده، برای من یه وکیل که یک ایرانی جرئت نمیکنه به من تعرض کنه، ولی یک افغانی اینقدر پرونده من دارم توی پلیس فتا به انواع اقسام تهدیدها، توهینها، هر چی که فکر کنید، عکس‌های مثبت 18 تا آدرس منزل من، تا عکس برج ساختمان من، تا پلاک واحد من برای من ارسال کردن.